به نام خدای عشق و شادی، خدای ثروت، سلامت، فراوانی و نعمت. عرض سلام، ادب و احترام خدمت عزیزان جانم. من دکتر شجاعی هستم، دانش آموخته و مدرس قانون جذب به زبان ساده. چند روزی خدمت عزیزانم نبودم. من در سفر کاری و زیارتی بودم در مشهد مقدس، دعاگوی همه عزیزان بودم. بسیار بسیار خوش گذشت، جای عزیزان خالی بود و هم به لحاظ معنوی هم به لحاظ مادی خدا رو شکر فایده قابل توجهی خدا نصیب من کرد. خدا رو سپاسگزارم و خدا رو بیش از پیش سپاسگزارم که مجدداً فرصتی نصیب من کرد که تونستم خدمت عزیزان باشم. بپردازیم به این که چرا بعضی از دعاها و بعضی از آرزوهای ما برآورده نمیشن. یه مقدار در این مورد با هم گپ بزنیم. خب خیلی از مردم میگن که ما مثبت فکر میکنیم، پس چرا نتیجه نمیگیریم؟ ببینید عزیزان، ببینید که از دیدگاه قانون جذب و قانون طبیعت و قانون کائنات و قانون طبیعی زندگی، کلاً نگفتن به خواسته های ما در دنیا وجود ندارد. اصلاً به لحاظ آموزه های قانون جذب اصلاً نه وجود نداره. شما هر خواسته ای که در ذهنت محقق بشه، در ذهنت به وجود بیاد، همون لحظه محقق شده هست. اگر جذبش نمی کنی ایراد از خودته. امیدوارم که این رو به طور واضح بتونم در ذهن شما عزیزان روشن بکنم. ببینید، بارها گفتیم و مجددا تکرار میکنم که اون چیزی که درون ماست اون محقق میشه، محقق شده هست. اگر نمیاد و اگر به صورت فیزیکی و مادی ما اون رو به دست نمیاریم، یعنی که ما اون رو باورش در ما وجود نیومده که میتونم داشته باشم. متوجه چی میگم؟ یعنی من مثلا اگر الان یک خودروی 70-80 میلیارد تومانی مثلا در ذهنم متبلور شده و در ذهنم به عنوان خاص مطرح شده، اون همین الان برای من محقق شده هست. اگر اون رو دریافت نکردم و نمیتونم به صورت فیزیکی سوار بشم به این خودرو، به خاطر اینکه این باور در من به وجود نیومده هنوز که من لایق همین خودروی 100 میلیاردی هستم. هنوز من خودم رو لایق یه خودروی 20 میلیاردی میدونم. اون چیزی که دریافت میکنید، اون چیزی که در زندگیمون همین الان هست، اون چیزی که روند طبیعی زندگی ما شده، اون چیزیست که باور کردیم. یه مثالی براتون بزنم که در قانون جذب بسیار این مثال رو شنیدیم و میگن اساتید که وقتی به یه بچه بگی که لطفاً به فیل صورتی فکر نکن، اولین چیزی که در ذهنش میاد چیه؟ فیل صورتی است. حالا بعضی از خواسته های ما اینجوریه، ما درست فکر میکنیم که میخوایم ثروتمند باشیم، ولی در اصل وقتی توجه بکنیم داریم به این توجه میکنیم که من نمیخواهم فقیر باشم. این توجه اشتباهه. توجه، تازه فکر کردن هم ما کافی نمیدونیم دیگه. فکر کردن با توجه کردن متفاوته. باید توجه شما بر این باشه که من میخواهم ثروتمند باشم، من میخواهم در این موقعیت مالی خوب باشم، من میخواهم به لحاظ لوکیشن شهری در این لوکیشن شهری ساکن باشم، نه اینکه در اون لوکیشن ضعیف شهری ساکن نباشم.
اون توجه به فقره. من نمیخواهم دیر به محل کارم برسم، این توجه به فقره. من میخواهم به موقع به محل کارم برسم، این توجه به ثروت. من نمیخواهم بیمار باشم، این توجه به فقر، توجه به بیماری است. من میخواهم سالم، سرزنده، عمر طولانی به همراه عزت، به همراه سلامت، به همراه شادی داشته باشم، این میشه توجه به سلامتی. دنیا و کائنات به توجه کردن انسان پاسخ میده. انعکاس دنیای بیرون ما، هر چیزی در دنیای بیرون ما منعکس میشه، دقیقاً اون چیزیست که در درون ما بهش فکر میشه. به خاطر اینه که ما همش میگیم تغییر کنید، باورهاتون تغییر بدید، تغییر کنید تا دنیای بیرونتون تغییر کنه. تا موقعی که درونتون رو تغییر ندید، باورهاتون رو تغییر ندید، بیرونتون تغییر نمیکنه. این که ما میگیم که جملات تأکیدی بگید، با خودتون مدام بگید که من ثروتمندم، من سلامتم، من در سلامت کامل جسمانی ام، من انسان موفقی هستم، من انسان با ارزشی هستم. این تکرار توتیوار این کلمات هیچ فایده ای نداره. منتها این که ما تأکید میکنیم، پس به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که تأکید کردن، فکر کردن به این مسائل، تأکید کردن این مسائل، نوشتن این جملات تأکیدی باعث ایجاد باور میشه. تکرار یک کلمه که من به خزانه بیکران الهی متصلم، خدا همواره با من است، خدا هدایتگر منه، من هیچ بنبستی در زندگیم ندارم چون خدا با منه، چون خدا منو هدایت میکنه. من به خزانه بیکران الهی متصلم، من جانشین خدا بر روی زمینم، من انسان ارزشمندی هستم. تکرار اینها باعث میشه باور ایجاد بشه. تا زمانی که باور واقعی ایجاد نشه، هیچ تغییری ایجاد نمیشه. بعضا دیدیم عزیزان کلاس های فیزیکی شرکت کردن به مدت، نه به مدت 1-2 ماه، 18 ماه، 2 سال، 3 سال. اونتا میان میگن که چی شد ما نتیجه نگرفتیم؟ چرا من نتیجه نمیگیرم؟ اشکال کار کجاست؟ اشکال کار اینه که تمام اون کلاس هایی که شما شرکت کردی صرفاً ظاهر قضیه بوده. اگر درونت واقعا تغییر کرده باشه، تغییر کردن بیرون یک امر بدیهی است، باید اتفاق افتاده باشه. اگر شما از درون واقعا تغییر کرده باشی، بیرونت باید ثروتمند شده باشی. اصلا یه چیز بدیهی است، یه چیزی است که باید باشه، باید. اصلا احتمال و شک و حتی 1% پایین‌تر از 100% نداریم عزیزان. درون وقتی تغییر کنه، تغییر کردن شرایط بیرونی 100%. اینی که به محض این که من با این سوال مواجه میشم که استاد ما 2 سال کار میکنیم، 3 سال کار میکنیم، 5 سال کار میکنیم، چرا بیرون نتیجه نمیگیریم که بماند؟ بلکه در زندگیمون بعضی موقع عقب گرد هم داشتیم، خیلی صریح و واضح جواب میدم آقا درون تغییر نکرده، باورها تغییر نکرده. عزیزان در کلاس قانون جذب پول و ثروت ما دقیقاً 3 ماه که میشه 12 جلسه، هر ماه 4 جلسه، فقط میایم روی باورهای شخص کار میکنیم که این شخص تو این 3 ماه بپذیره که چه باورهای اشتباهی از کودکی تا امروز در ذهنش کاشته شده.
نزدیک به 99 تا باور ما مثال میزنیم و قدم به قدم پیش میریم که ببین از کودکی اینو گفتن در صورت که واقعا اینه، از کودکی اینو گفتن در صورت که واقعا اینه، از کودکی گفتن پول چرک کف دسته در صورت که پول مقدسه، از کودکی گفتن که ثروتمندان انسان‌های کثیفی هستند در صورت که انسان ثروتمند و مؤثر و خوب که از راه حلال و بدون هیچ رانتی، بدون هیچ رابطه‌ای، بدون هیچ کثافتکاری رسیده به بهترین ثروت فراوونن. انسان‌های ثروتمند انسان‌های خوبی هستند. از بچگی بهت گفتن زن نمیتونه ثروتمند بشه در صورتی که ما زنان ثروتمند فراوانی داریم. جنسیت مهم نیست. از کودکی بهت گفتن زن نباید تحصیل کنه در بعضی از روستاها میگفتن، در صورتی که ما زنان تحصیل کرده مؤثر هم در سیاست، هم در طبابت، هم در تمام مراحل زندگی بسیار زیاد داریم. از کودکی بهت گفتن کودکی که معلول شد نباید تحصیل کنه، نهایتش اینه که پدر مادرش تا آخر عمرش خرجشو بدن یا نهایتاً خدایی نکرده به گدایی بیفته. در صورتی که اینجوری نیست. ما انسان‌های معلول تحصیل کرده بسیار زیادی داریم، انسان‌های معلول کارآفرین بسیار زیاد داریم. از کودکی در ذهن ما کاشتند که هنوز هم این شرایط غالبه در کشور ما که ایران جای پیشرفت نیست، ایران جای ثروتمند شدن نیست، ایران فلان، ایران بهمان، ایران مسئولین. ولی ما داریم باور میسازیم که همه چیز خودتی. اصلا از سیاست، از دنیای سیاست کلن بیا بیرون. کلن اون قسمت سیاست رو ببند. مسدود، این راه مسدود است. خبرهای سیاسی، خبرهای منفی، خبرهای تنش‌زا، خبرهای غیر مؤثر، ورود ممنوع. اون چیزی که در ذهن ما قانون جذبی ها کاشته میشه و پرورش داده میشه صرفاً رشد توسعه فردی، رشد آموزش های توسعه فردی. چجوری خودم میتونم پول بسازم، چجوری خودم میتونم کارآفرین باشم، چجوری خودم میتونم ثروت بسازم، چجوری خودم میتونم یکی از مؤثرترین و بزرگترین افراد این جامعه باشم که خودم کمک کنم به دولت. شما را از یک انسانی که مدام به دنبال این بانک و اون بانک هستید که خواهشاً فلان وام رو بده، برو اونم بهت بگه برو 10 تا ضامن بیار، برو نمیدونم اعتبارت درست کن، برو نمیدونم فلان کن، برو بهمان کن، به جایی شما رو میرسونیم که میتونید تو اون بانک وام بدید، سرمایه گذاری کنید تو بانک، اون بانک التماستون کنه که بیایید با بانک ما همکاری کنید. در قانون جذب چنین انسانی میسازیم از شما. و در مقابل اون عزیزانی که میگن چرا بعضی از خواسته های ما برآورده نمی شود، عرض میکنیم درون 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 و درون، باور و باور و باور و باور. باورتو درست کن. تو انسان توانمندی هستی، تو انسانی هستی که بسیار خلاقی، فقط خودتو باور نداری. چند بار خدا وکیلی کلاهمون رو قاضی کنیم در شبانه روز، چند بار فکر میکنیم که در هر شغلی هستیم، در هر شغلی فرقی نمیکنه، دانشجویی هستن، محصلی، چند بار در طول شبانه روز فکر میکنیم که من چجوری میتونم درآمدم رو 10 برابر بکنم. 10 برابر نه 3 برابر. اینو میگم چون همیشه بزرگ فکر میکنم. من همیشه هیچ موقع به 3 و 5 و اینا قانع نیستم. هر جایی بودم نفر اول بودم. در آینده هم هر جا باشم باید نفر اول باشم.
این دیدگاه بیل گیتس بود. اصلا نفر دوم برای بعضی از انسان‌ها تعریف نشده. حتما باید نفر اول باشند. اینی که من همیشه فکر میکنم درآمد چجوری میشه 10 برابر بشه، این به خاطر همون احساسه. شما هم میتونید همین باور رو در خودتون ایجاد بکنید. چجوری میتونم درآمدم رو 10 برابر بکنم؟ صادقانه با خودمون 2 تا 4 تا بکنیم. در شبانه روز چند بار فکر میکنیم؟ خب این باورها رو در ذهن خودمون بکاریم. وقتی هی فکر بکنی در این خصوص فکر بکنی که من چجوری میتونم درآمدم رو چند برابر بکنم، بالاخره یه جا خدا هدایتت میکنه. بالاخره ایده به ذهنت میرسه. ذهن تو و من با ذهن بیل گیتس، با ذهن ایلان ماسک هیچ تفاوتی نداره. همون ذهنه. منتها اون داره کار میکشه، اون داره فکر میکنه، اون داره موقعیت ها رو میبینه. منتها ما همش سرمون تو اخباره، همون سرمون تو سیاسته. امروز چی شد؟ توافق شد؟ نشد؟ سیاسی ترین ملت دنیاییم، سیاسی ترین ملت دنیا. کوچکترین خبری از اون سر دنیا، از قاره آمریکا، کوچکترین توییتی میزنه، اینجا دلار میبینین ریخت یا رفت فضا. چرا واقعا باید زندگی ما این همه متأثر از سیاست باشه؟ چرا؟ چون که به جای این که اغلب مردم ها، حالا من نمیگم همه، واقعا انسان هایی که خود ساختن، انسان هایی که میخوان رشد و تعالی داشته باشن، بسیار فراوانن. همین شما عزیزانی که در این کانال حضور دارید، خب این یک نشانه است. یک نشانه است که میخواید رشد بکنید. و مطمئن باشید که شما افرادی که هستید در این کانال یه روزی از موفق ترین انسان‌های این سرزمین خواهید شد. و هستید بعضیاتون، من که شناختی ندارم. ولی همین که در بین کانال هایی که دارید یک کانال هم انتخاب کردید که در خصوص رشد مهارت های فردی داره صحبت میکنه، این یک نشانه خوبه. انسان های خوب، انسان های مثبت اندیش فراوون داریم تو این مملکت. منتها قالب افکار رو دارم میگم. قالب افکار اینه، به خاطر همین قالب افراد فقیرن. انسان‌های خیلی خیلی کمی هستن که کار میکنن رو خودشون، انسان‌های خودساخته هستن و به خاطر همین دقیقاً انسان‌های ثروتمند کمی داریم. باید کار کنیم رو خودمون. انسان، عقیده خود من اینه، انسان همواره باید رو خودش کار بکنه. همواره وقتی که شرایط خوبه به فکر تغییر باشه. وقتی که امروز من خوبم، دارم پیشرفت میکنم، باید فکر بکنم که چجوری از این بهتر میشه. قرآن میگه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خدا قومی رو تغییر نمیده تا موقعی که اونا خودشون نخوان خودشون تغییر بدن. نباید واسه که شرایط دیگه بد شد، دیگه رسید به اون مرحله آخر، کارت به استخوان رسید، اون موقع باید تغییر کنی. اون موقع هم خوبه. ولی انسان موفق انسانی است که وقتی هوا هنوز خوبه، هنوز هوا طوفانی نشده، اون موقع به فکر سایبونش باشه، اون موقع به فکر ساختن دژ محکمش باشه. وقتی تو اون دژ محکم نشست، باز هم فکر بکنه که چجوری از این بهتر، چه کار میتونم بکنم که از این بهتر بشه. خدا بیامرزه همه اموات شما رو. پدر بزرگ بنده همیشه با همون سواد کمش یه مثالی میزد، میگفت
ببین پسرم، فکر کن این خونه پر از پول، این خونه پر از پول. وقتی از روش برداشتی و روش نذاشتی یه روزی تموم میشه دیگه. قبول دارید؟ این همین مسئله تغییره. تغییر در زمانی که اون خونت پر از پوله، اون موقع باید به فکر باشی که اینو از روش برداشتم 2 تا روش باید بذارم. اگه از روش برداشتی و روش نذاشتی یه روزی تموم میشه. این در مورد تمام توانایی های بشر همین جوریه، هم در ثروت، هم در چیزهای دیگه، هم در مهارت های دیگه. موقعی تغییر بکنید که اوضاع خوب است. معمولا در تغییر کردن انسان ها 4 دستن. مثلا استاد عباس منش یک مثالی میزد، میگفت که در یک انسان معتاد رو فرض بکنید در تغییر کردن 4 دسته. دسته اول کسانی که معتاد میشن انقدر پیش میرن در این مسئله که میفتن داخل جوب. اون موقع هم هنوز به فکر تغییر نمیفتن و همون گوشه داخل جوب میفتن و میمیرن و تمام. شهرداری میاد جنازش رو جمع میکنه غریبانه و بدون حضور هیچ کسی دفن میشه و تمام. نه خانواده‌ای، نه اثری. و چقدر انسان میتونه به جایی برسه که انقدر مظلومانه و غریبانه دفن بشه. دسته دوم کسانی که مثلا در همون مورد معتاد میره، اعتیاد میاد سراغش، پیش میره موقعی که دیگه کارت به استخون میرسه که میخواد بیفته تو جوب، میگه دیگه بسه و اونجا احساس میکنه که دیگه رسید به تهش، باید برگرده. از اونجا تغییر میکنه، برمیگرده به جامعه. یه طوفانی در درونش به وجود میاد بالا و انسان موفقی میشه. نمیگیم این بده، این هم خوبه. تغییر از همون لحظه آخر هم خوبه. منتها ما با این دسته کار نداریم. با دسته اول که اصلا کار نداریم، با این دسته هم کار نداریم. دسته سوم کسانی هستن که به محض این که میبینن شرایط داره بد میشه تغییر میکنن. در مثال همون معتاد وقتی میبینه که دیگه داره وابسته میشه به این موضوع، دیگه داره خطری میشه اوضاع، دیگه هر شب بدنش درد میگیره که نیاز داره به این موضوع، همون لحظه تغییر میکنه. تا میبینه که اوضاع مالی یه جوریه که دیگه یکی میاد 2 تا میره، دیگه داره کم کم بدهی سراغش میاد، اون لحظه به فکر میفته که باید کاری بکنم اوضاع مالی بهتر بشه. این دسته هم خوبن ولی ما با این دسته هم کار نداریم. دسته چهارم کسانی هستند که موقعی که اوضاع خوبه، موقعی که اصلا نه بدهی مالی هست نه پسرفت مالی هست، به لحاظ بدنی سرحال، ورزشکار، توانمند، اون لحظه دارن تغییر میکنن. طرف بدنش ورزشکاره، میگه چیکار بکنم از این بهتر بشم، از این هیکلم مناسب تر بشه. به لحاظ مالی هر روز دارم پیشرفت میکنم، چه کار بکنم که از این بهتر، پیشرفتم از این بهتر بشه. این دسته هست که هم خود من بسیار دوست دارم که زندگیم اینجوری باشه، هم کسانی که با منن دوست دارم زندگیشون اینجوری باشه، چه به لحاظ بدنی، چه به لحاظ فکری، چه به لحاظ مالی، چه به لحاظ روابط. همیشه فکر بکنید وقتی شرایط عالیه چیکار کنم از این عالی تر بشه. این انسان همیشه در حال پیشرفت. اینجوری فکر بکنید همیشه در حال پیشرفت. و هرچه هم این انسان، این دسته از انسان ها
چیزی براشون تو زندگی به عنوان نشد وجود ندارد. هرچی بخوان همون لحظه سمعا و طاعتا، سمعا و طاعتا، به هیچ وجه نه وجود نداره. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، کس دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. این انسانو من آرزو دارم، این انسانو من خوشم میاد. فکر مثبت، باور مثبت به علاوه اقدام مثبت مساوی نتیجه مثبت. اینو یادداشت بکنید، خدا میاره تو زبان آدم. فکر میکنم این دیدگاه به دیدگاه امیل کوه خیلی نزدیک باشه که من دیدگاه امیل کوه رو خیلی دوست دارم. ایشون روانشناس و داروساز فرانسوی بودن که دیدگاهاشو من دوست دارم. به این موضوعی که الان اومد تو زبونم دیدگاه ایشون بسیار نزدیکه. فکر مثبت به علاوه باور مثبت به علاوه اقدام مثبت مساوی نتیجه مثبت. توضیحش چی میشه؟ من فکرم مثبته، مثبت اندیشم، فکر نمی کنم دنیا به آخر رسیده. همش فکر میکنم نه، فرصت های ثروتساز وجود داره در این دنیا. وقتی همش فکر میکنم، وقتی همش با خودم تکرار میکنم، وقتی همش برای خودم مینویسم، این کم 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 در طول مرور زمان که برای افراد مختلف زمانهای مختلف داره، برای یکی ممکنه 1 ماه طول بکشه، برای یکی ممکنه 1 سال طول بکشه، برای یکی ممکنه 3 سال طول بکشه، ولی اتفاق میفته. فکر مثبت وقتی تکرار بشه میشه باور مثبت. وقتی باور مثبت در وجود ما نهادینه شد، باور مثبت برای ما ایجاد شد، اون باور مثبت باعث اقدام مثبت میشه، باعث جذب انسانهای مثبت در دور و بر من میشه، باعث جذب فرصتهای ثروتساز در دور و بر من میشه. خب وقتی انسان در این مسیر قرار گرفت طبیعیه که زندگیش مثبت میشه، نتیجهش مثبت میشه. ببینید عزیزان، اونهایی که بهتون میگن که قانون جذب نمیدونم که چرت و پرته، نمیدونم کی با فکر کردن به نتیجه رسیده، کی گفته که تو بشین تو خونت فکر کن به همه چیز میرسی، به مال و به ثروت و به موفقیت میرسی. این رو براش توضیح بدید، بذارید انسان‌ها از گمراهی بیان بیرون. ما نگفتیم فکر مثبت براتون خونه و ماشین و همه چیز میاره. دیدگاه امیل کوه اینه و دیدگاه های من بسیار نزدیک به ایشون. ما میگیم فکرت وقتی مثبت شد، مثبت اندیش شدی، کم کم باور مثبت درت ایجاد میشه، باعث میشه که فکر کنی که این دنیا تهش نیست، این دنیا فرصت‌های فراوانی داره. اون باور مثبت باعث میشه قدم‌های مثبت برداری، اقدام مثبت انجام بدی، باعث میشه انسان‌ها و فرصت‌های ثروتساز دور و برت بیاد. خب وقتی اینجوری شد طبیعیه که نتیجهش میشه پول و ثروت و فراوانی و سلامتی و همه چی. حتی سلامتی با باورهای مثبت به وجود میاد. امیدوارم که این وایسی که بعد از چند روز غیبت ضبط کردم بسیار مثبت باشه، بسیار باعث تغییر نگرش بشه. من اصلا اعتقاد ندارم که چیزهایی که در کلاس میگم با چیزهایی که در فایل‌های رایگان میگم که به صورت رایگان پخش میکنم متفاوت باشه. نه، دقیقا همون چیزهایی که در کلاس هایی که هزینه پرداخت میکنن، شرکت میکنن، دقیقا همونایی که تو کلاس میگم
همونا رو در اینجا هم میگم. منتها خب کلاس خوبیش اینه که پیوستگی داره دیگه. از مرحله 1 شروع میکنیم، قدم به قدم قدم به قدم قدم به قدم میایم، طرف تکنیک یاد میگیره و بعد اقدام میکنه. منتها در فایل های رایگان خب هر سری راجع به یک موضوع صحبت میکنیم و سعی میکنم مثبت ترین نگاه ها، مثبت ترین صحبت ها و تأثیر گذارترین صحبت ها رو در این فایل ها بگم که عزیزی اگر تونست خودش، بعضی از انسان ها انقدر گیراییشون قوی هست که با همین فایل ها هم موضوع رو میگیرن و به قول سعدی در خانه اگر کس هست یک حرف بس هست. برای بعضی ها اینجوریه، یک حرف بهش میگی کل ماجرا رو میگیره که اصلا ماجرا چی هست و با همون یک فایل بعضی موقع خیلی زندگی ها دگرگون میشه و خدا رو شاکرم که ما رو دستی از دستان خودش قرار داد که بتونیم حداقل این آگاهی ها رو رواج بدیم. خیلی دوستتون دارم. هر سوالی باز هم بود در خدمتتون هستم، هر مشکلی بود، هر جاشو نفهمیدید میتونید مراجعه بکنید. با جان و دل در خدمتتون هستم. در پناه خدای مهربانم. شاد، سلامت، سعادتمند و ثروتمند باشید.